با درود به دوستان عزیز، دستگاه هولگا یک دستگاه اسپرسو ساز ساده خونگی هستش که المنت این دستگاه سوخته. میخوام تو این ویدیو نحوه تعویض المنت رو به شما آموزش بدم. لطفاً تا آخر این ویدیو همراه من باشید و در ادامه ویدیو هم توضیحاتی رو دادم که میتونه آموزش رو خیلی تکمیل تر کنه. مولتیمتر رو روی حالت اوم قرار میدیم و دو سر المنت رو کانکتوراش رو خارج میکنیم که بریم تست بگیریم برای اینکه ببینیم المنت واقعا سوخته یا نه. خب همونطور که میبینید که OL نشون میده، مثلا ببینید دوباره OL به بدنم OL، پس این المنت مرخص شد. خب بریم عوضش کنیم. برای در آوردن المنت هم از دو جاش یه دونه پیشگوشتی میزنید زیرش و المنت رو در میاد. ولی خب داخل این بویلر خیلی راحت در اومد، تو بعضی از بویلرها خیلی به سختی در میاد و باید مواظب باشین که اون لبه ها نشکنن. محل قرارگیری المنت رو کاملا تمیز میکنیم که هیچ نوع کثیفی یا چیزی نداشته باشه و بعد از اونم یکی از این المنت های نعل اسبی تهیه میکنیم. اینی که من گرفتم 800 واته. بعد اینو باید داخل محلش قرار بدیم. خب اینجا من با دست دارم فشار میدم ولی خب قاعدتا با دست سر جاش نمید و این خیلی محکم بشینه. باید توسط گیره این سر جاش محکم بشینه. این دورش هم میتونیم یکم چکش کاری کنیم. این لبه ها حتما باید صاف باشن. اینجا این قسمتی که میبینید نباید اتصال به بدنه داشته باشه، این فاصله باید رعایت بشه و این گوشه هم حتما باید نشسته باشن. المنت سالم چه عددی رو میتونه نشون بده؟ دو سر المنت رو میگیریم، به بدنم باید اویل باشه، حتما مطمئن بشید چون که واقعا خطرناکه و این عددی که به مولتیمتر نشون میده. برای بستن ترموسویچ هم حتما از خمیر سیلیکون استفاده کنید. یکی از دلایل سوختن المنت میتونه همین ترموسویچ باشه. ترموسویچ اگر معیوب بشه خب توی دماهای بالاتر امکان داره قطع کنه و موجب استهلاک زیاد المنت بشه و المنت امکان داره بسوزه. و بر حسب تجربه همیشه بعد از تعویض المنت اون ترموسویچ پایین رو از 95 به 80 درجه تغییر میدم. البته خب توی بویلر که میبینید جای این ترموسویچ قسمت پایین وجود داره و ترموسویچ 80 درجه میتونه مناسب این نوع بویلر باشه. اگه رسیدی میبینیم تو حرکت و جواب میدیم همه سوالای تو ورقتو.